سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به ششمین درس از سلسله دروس گرامر از کتاب Basic Grammar in Use از کانال برلینگو انگلیش. در این درس با هم دیگه یاد میگیریم که چطور با استفاده از زمان حال ساده جملات منفی بسازیم. I don't، من نمیکنم. Simple Present Negative، زمان حال منفی، یونیت 6 بخش 6. Part A. The simple present negative is don't, doesn't plus verb. با استفاده از استرکچر don't و doesn't به علاوه verb یا فعل میتونیم که جمله منفی حال ساده بسازیم. Coffee، قهوه. No thanks، نه تشکر. I don't drink coffee، من قهوه نمی نوشم. I don't like my job، من وظیفه خود دوست ندارم. She doesn't drink coffee، او قهوه نمی نوشه. و he doesn't like his job، او وظیفه خود دوست نداره. در شکل affirmative یا خبری ما میگفتیم I work، من کار میکنم. We like، ما دوست داریم. You do، شما میکنید. They have، آنها دارن. He works، او کار میکنه. She likes، او دوست داره. It does، این میکنم. اما در شکل منفی یک کم تغییرات میاد و don't و doesn't را ما اضافه میکنیم. I don't work یعنی من کار نمیکنم. We don't work، ما کار نمیکنیم. He doesn't work، او کار نمیکنه. He doesn't do، او انجام نمیده. فقط don't و doesn't را که استفاده کردیم از شکل مثبت به منفی تبدیل میشه. I drink coffee، من قهوه می نوشم. But I don't drink tea، اما چای نمی نوشم. So drinks tea، so چای می نوشد. But she doesn't drink coffee، اما او قهوه نمی نوشد. You don't work very hard، تو خیلی سخت کار نمی کنیم. We don't watch TV very often، ما خیلی زیاد یا اغلبا تلویزیون تماشا نمی کنیم. The weather is usually nice، آب و هوا معمولا خوب است. It doesn't rain very often، ای خیلی زیاد نمیباره یا بیشتر اوقات نمیباره. Matt and Nicole don't know many people، مت و نیکول نمیشناسن مردم زیاد را. Part B remember، بعد داشته باشین. با I, we, you, they ما همیشه don't را اضافه میکنیم تا او را به شکل منفی تبدیل کنیم و با he و she و it doesn't را اضافه میکنیم تا جمله منفی شود. I don't like football، من فوتبال را دوست ندارم. He doesn't like football، او فوتبال را دوست نداره. I don't like Josh، من جاش را دوست ندارم. And Josh doesn't like me، و جاش من را دوست نداره. ما نمیگیم Josh don't like me مثل که برای خود استفاده کردیم. به خاطر که به جای جاش میتونه هی بیایه ما doesn't را استفاده میکنیم چون شکل سوم مفرد است. My car doesn't use much gas، کارم یا موتر من سوخت زیاد مصرف نمیکنه. نمیگه my car don't، اشتباه است. Sometimes he is late، گاهی اوقات او دیر میایه یا که ناوقت میکنه. But it doesn't happen very often، اما اغلب اتفاق نمیفته. Part C بخش C. We use don't، doesn't plus base form don't like، doesn't speak، doesn't do etc. ما don't و doesn't را با شکل اساسی فعل استفاده میکنیم یا شکل پایه فعل استفاده میکنیم. مثل don't like، like شکل پایه همی فعل است. doesn't speak، speak هم شکل پایه یا شکل اول می فعل است و doesn't do، do هم همینطور. I don't like to wash the car، من دوست ندارم که موتر بشویم. I don't do it very often، من ای را خیلی اغلب انجام نمیتونم. سارا speaks Spanish، سارا اسپانیایی گپ میزنه یا صحبت میکنه. but she doesn't speak Italian، اما او ایتالیایی صحبت نمیکنه. not doesn't speaks، و وقتی که در جملات منفی برای اشخاص سوم مفرد صحبت میکنیم با ای افعال ایس را هم اضافه نمی کنیم چون اینجا گفتیم فقط با شکل پایه استفاده میکنیم. Bill doesn't do his job very well،
بیل وظیفه خود را خوب انجام نمیده. نمیگیم بیل doesn't his job که شکل پای فعل بیخی دور کنیم. ماریا doesn't usually have breakfast. ماریا معمولا صبحانه نداره یا صبحانه میل نمیکنه. not doesn't هست. و وقتی که در حال ساده جملات منفی میسازیم برای شکل سوم مفرد از هست هم برای نشان دادن ملکیت استفاده نمی کنیم، بلکه از have استفاده می کنیم. درس ششم ما هم به پایان رسید. امیدوار هستم که چیزی فهمیده باشین. لطفاً تمرینات را در خانه انجام بدین و اگر سوال داشتین در کامنت بپرسین، حتما پاسخ داده خواهد شد. و این تمرینات خیلی مهم هست. لطفاً کتاب پرینتش را حتما داشته باشین و سافتی کتاب را هم میتونین از لینک که در دیسکریپشن هست دریافت بکنین. لایک، کامنت، اشتراک گذاری فراموش نشد. تا درس بعدی، خدا نگهدار.